سرخط مهمترین خبرها: چرا پیام سال نو امامعلی رحمان پخش نشد؟ زاده تاجیکستان را که در سقوط هواپیما جان باخته بود در زادگاهش به خاک می سپارند و پارلمان سازشنامه با یک شرکت چینی را تصویب کرد. درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 2 ینوری سال 2025 است. برخلاف سالهای گذشته امسال پیام تبریکی پرزیدنت امامعلی رحمان به مناسبت سال نو میلادی پخش و نشر نشد. در سامانه پرزیدنت تاجیکستان دیدن ممکن است که رئیس جمهور عادتا شام 31 دکبر با ارسال پیام شادباشی مردم را با سال نو تبریک میکرد. تبریکات پرزیدنت همچنین در همه تلویزیون‌های دولتی چند مرتبه پخش میشد، اما در آخرین روز سال 2024 و هم 1 ینوری سال 2025 نه در سامانه پرزیدنت و نه رسانه‌های دولتی پیام تبریکی از نام رئیس جمهور امامعلی رحمان نشر نشد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت هنوز در این باره شرحی نداده است. زینت الله سعدالله‌اف تاجیکی که در صدمه هواپیمای آذربایجان هلاک شده بود امروز 2 ینوری در زادگاهش ناحیه فیض‌آباد به خاک سپرده می شود. یکی از دوستان مرحوم به رادیوی آزادی گفت مراسم ودا ساعت 10 در مرکز ناحیه فیض‌آباد برگزار می شود. این همصحبت ما افزود تربت زینت الله سعدالله‌اف را روز گذشته به دوشنبه آوردند. سعدالله‌اف 29 سال داشت و صاحب یک فرزند بود. همسرش منتظر فرزند دوم بوده است. به گفته نزدیکانش زینت الله سعدالله‌اف از سال 2020 شهروندی روسیه را داشت و در روسیه تاکسی می‌راند و هم در آشخانه کار می‌کرد. هواپیمای شرکت آذربایجان ایرلاینز که روز 25 دکبر از باکو به گرازن پرواز می‌کرد در جنوب قزاقستان سقوط کرد. مقامات گفتند از 67 مسافر و سرنشین 38 کس جان باخت. به جز زینت الله سعدالله‌اف در این هواپیما یک زاده دیگری تاجیکستان سبحان خود رحمانوف هم بود. او از این حادثه جان به سلامت برد. پالاتای پایانی پارلمانی تاجیکستان سازشنامه حکومت با یک شرکت چینی را تصویب کرده است. حکومت سازشنامه با شرکت اتفاق برادران را اول ماه اکتبر سال گذشته به مجلس نمایندگان فرستاده بود. بر اساس این سازش شرکت اتفاق برادران اکنون حق پیدا کرد در کنار رودخانه مقصود کلانترین شاخاب دریای سرخاب معدن‌های طبیعی جستجو کند. 60% سهمیه‌های این شرکت به شهروند چین لیا خوفو تعلق دارد. سازشنامه بین حکومت تاجیکستان و شرکت اتفاق برادران برای 5 سال امضا شده است. سازشنامه پیش بینی می‌کند که اتفاق برادران برای یافتن معدن 20 میلیون دلار سرمایه گذاری می‌کند و در عوض حکومت تاجیکستان به شرکت امتیازهای زیادی داده است. از جمله اتفاق برادران در 5 سال آینده حق دارد که دستگاه‌ها را به پرداخت باج گمرکی و مالیات از ارزش علاوه شده به تاجیکستان آورد. اینچنین اتفاق برادران از پرداخت نصف انداز برای شرکت‌ها آزاد شده است. شرکت‌های چینی در بخش استخراج ثروت‌های طبیعی تاجیکستان حضور گسترده دارند و کار آنها نگرانی بعضی ساکنان محلی را به میان آورده است. در این رابطه یک خبر دیگر هم داریم. حکومت تاجیکستان اجازه داده است که معلومات درباره یک کان در ولایت مختار کوهستان بدخشان دیگر مخفی نماند. سخن درباره کان ولفرام ایکر در ناحیه روشان می رود. در قرار حکومت که رادیوی آزادی 2 ینوری با آن شناس شد آمده است با مقصد جلب سرمایه خارجی و وارد نمودن تکنولوژی‌های نو برای کارکرد کان معلومات درباره کان ایکر دیگر غیر مخفی گردانده شود. کان ایکر در 60 کیلومتری شهر خارق جایگیر بوده اساساً همچون کان ولفرام شناخته می شود. طبق معلومات‌های باز در این کان ذخیره فراوان کوبالت نیز موجود است. احتمال در این کان طلا و مس هم باشد. با سبب پوشیده بودن معلومات درباره کان ایکر چیز زیاده معلوم نیست. استخراج معدن‌های طبیعی برای اقتصاد تاجیکستان مهم گفته می شود. کلانترین کان‌های کشور از جمله کان‌های طلا و نقره با سرمایه چین استخراج می شوند. رسانه‌های آمریکایی شخصیت نفری را اعلام کردند که با ماشین آدمان را در شهر نیو اورلین آمریکا پخش کرد. CBS نیوز با تکیه به 2 منبع در مقامات فدرالی آمریکا گفت حمله‌ور شمس‌الدین جبار نام دارد. این مرد با آتش جوابی پلیس کشته شده است، اما درباره کی بودن او از جمله شهروند کدام کشور بودنش فعلا معلوماتی در دست نیست. صبح 1 ینوری در پی برخوردن یک ماشین باربر به ازدحام آدمان 10 کس کشته و 30 نفر زخمی شد. سبب و انگیزه‌اش معلوم نیست. حادثه در جنوب ایالت لوئیزیانا اتفاق افتاد زمانی که مردم فرا رسیدن سال نو 2025 را تجلیل می‌کردند. بعضی از شاهدان گفتند راننده همچنین به سوی آدمان تیر خالی کرد. نیروهای پلیس آتش جوابی کشیدند. حاکم لوئیزیانا حادثه را عملی دهشتبار و شهردار نیو اورلین عملی تروریستی نامیدند. مقامات گفتند که حادثه را تحقیق دارند. از 1 سپتامبر سال 2025 معاش در تاجیکستان از 20 تا 30% و نفقه 10% زیاد خواهد شد. مقامات از این تصمیم استقبال کردند
کردند. هرچند برخی انتظارند که با زیاد شدن معاش نرخ‌ها هم بالا خواهند رفت. همکارانم علیشر ظریفی و امیر اسایف در همین باره گزارش می‌دهند. وابسته از رهبر است، رهبریت وزارت معارف حکومت مملکت. эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳури тоҷикистон 28 декабр дар назди вакилони ҳарду палатаи парлумон гуфт аз моҳи сентябри соли 2025 маоши кормандони боғчаҳои бачагона ва омӯзгорони мактабҳои миёнаи умумӣ 30% ва дастмузди дигар кормандони соҳаи маориф, илм, тандурустӣ ва стипендияҳо 20% афзоиш дода шавад. аз 1 сентябри соли 2025 нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ, инчунин иловапулӣ ба онҳо тибқи муқаррароти моддаи 51 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ ва андозаи нафақаи заминавӣ 10% зиёд, яъне индексатсия карда шавад. раиси ҷумҳур ҳамчунин гуфт аз соли оянда маоши кормандони ниҳодҳои қудратӣ 20% зиёд мешавад. ба назари зулфиқори исмоилиён, коршиноси масоили иқтисодӣ, афзоиши маошу нафақа ба зиндагии мардум таъсир нахоҳад гузошт. 10% зиёд кардани моҳонаи нафақахӯрон ин аслан ҳамон чӣ ҳаст? پوشیدن تورم در تاجیکستان یا که 20-30% زیاد کردن معاش کارگران یا معلمان و مثلا دیگران، این هم هیچی تاثیر رسانده نمیتونن به خاطر اون که واقعا هم در تاجیکستان قیمت کالا خیلی بالا رفته است. با اطلاع رسمی در سال 2024 تورم یا بالروی نرخ‌ها در تاجیکستان 3.6% را تشکیل نموده است. با گزارش برنامه آذوقه سازمان ملل، نرخ گوشت در تاجیکستان نسبت به سال گذشته 26%، روغن پخته بیشتر از 10%، سبزی 23%، کرم 14% و گاز مایع 4% بالا رفته است. بعضی شارحان اقتصادی بر این نظرند که زیاد نمودن معاش به وضع زندگی ساکنان به تاثیر نخواهد بود. بالا بردن اندازه معاش و نفقه ها، حد اقل مزد معاش در نهایت به تمام عرصه های کشور تاثیر خود را خواهد داشت و عمدتاً این تاثیر مثبت خواهد بود، چون که وقتی اندازه حد اقل معاش در تاجیکستان بالا برده شد، دیگر همه کاردهنده ها چه بخش دولتی چه خصوصی باید معاش را بالا برند و البته این چیز تا حد میتواند باعثی بهتر شدن نیکو احوالی مردم گردد. ولی طوری در تاجیکستان از تجربه های سالهای قبلی میدانیم این گاه باعثی بالا رفتن نرخ مواد و مال و محصولات هم میتواند شود. ساکنان درباره افزایش معاش و تاثیر آن به زندگیشان نظرهای گوناگون دارند. این خرا کم باشه حرمت الخوات میشود. با همه کمغال کم بزاعت این خرا کار بیر میشه. خم چقدر بالا که با هم خوبه خیلی از زندگیت پیش میره خوبه. خیلی از جنوب بومینندار که معاش بالا کرد. 10% زیاد میکنن دیگه همه چیزا قیمت میکنن بچه. دیگه همه چیزا قیمت میکنن. فایده نیست این ما با هیچی. خیلی ما یکی می نفقه خروی چیم. خیلی که گفتی گپا هم خیلی شده است. سر بانوک. این 10% یک کدای اوجه در بازار 20% نرخ میخیزه. من همچنین آموزگار با افتخار گفتم میتوانم که وقتی که معاش زیاد شد البته زندگی خوب میشود، این نرخ دیگر چیزا با این چیز خلل رسونده نمیتواند. اگر معاش هم تو چقدر که زیاد هم شوه همی باز نرخ نو هم قیمت میشه نمیدونم که هم خوب میشه با با نرخ نو هم قیمت میشه.
مجله بریتانیایی فاینانشال تایمز پیشبینی‌های خود را برای سال 2025 نشر کرد. روزنامه‌نگاران مجله پیشبینی کردند که صلح میان روسیه و اوکراین امکان پذیر است، ولی با تحریم‌های زیادتر و فشار بیشتر آمریکا. به اندیشه مؤلفان گزارش، کیف ممکن است در عوض تضمین یا کفالت امنیتی از بعضی زمین‌هایش دست کشد. مجله در بخش اقتصاد پیشبینی کرده است که بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید می‌تواند به جنگ اقتصادی دامن زند. به پیشبینی فاینانشال تایمز، ترامپ به احتمال زیاد برای مال‌های چین محصولات مکزیک و کانادا باج گمرکی را زیاد می‌کند. در گزارش آمده است ارزش اسعار رقمی یا کریپتووالیوت در سال 2025 می‌تواند تا $200,000 بالا رود. حکومت نو آمریکا از این نوع اسعار پشتیبانی می‌کند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 2 ژانویه را فرا می‌گیرد. دوم январи соли 1925 бо қарори кумитаи марказии ҳизби коммунистии СССР дар ҳайати Тоҷикистон вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъсис шуд. ин вилоят ки беш аз 40% ҳудудҳои Тоҷикистонро дар бар мегирад, беш аз 200,000 аҳолӣ дорад ва аксар сокинонаш пайрави мазҳаби исмоилия ҳастанд. кӯҳҳои Осмонбӯси Помири Шарқӣ аз ҷумла қуллаи Исмоили Сомонӣ макони маъруфи туристӣ ба ҳисоб мераванд, вале вазъи иқтисодию иҷтимоӣ, камбуди ҷойи кор ва ҳам саркӯби озодиҳои сиёсӣ аз ҷониби Душанбе баъди солҳои 2010 боиси сар задани буҳронҳо мешавад. аз 2 январи соли 2008 бо қарори вилояти суғди Тоҷикистон калимаи Ленинобод дар исми се нашрияи ҳукуматии ин минтақа бо вожаи суғдӣ вазъ карда шуд. Нашрияҳое ки бо се забон тоҷикӣ, ӯзбекӣ ва русӣ бо номҳои ҳақиқати Ленинобод, Ленинабадская правда ва Ленинобод ҳақиқатӣ ба таб мерасиданд, номҳои ҳақиқати суғд, Сагдийская правда ва суғд ҳақиқатиро гирифтанд. 2 январи соли 1942 зодрӯзи Нуқра Раҳматова ҳунарманди халқии Тоҷикистон аст. овозхони собиқадори ансамбли Шашмақом бо иҷрои таронаҳои мардумӣ бисёр маъруф гардид. яке аз аввалин ҳунармандони зан аз Тоҷикистон аст ки аз поёни солҳои 1950 бо ҳунармандони Афғонистон ҳамкории наздики касбӣ барпо кард ва таронаҳои рафтем аз ин боғ биё то гул барафшонем, алло нор дона надорад аз ҳосили ҳамон солҳо мебошад. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 110 سامان ارزش دارد. $100 آمریکایی باشد به 1085 سامانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. تشکر که با برنامه‌های رادیوی آزادی هستید. منتظر نظر و پیشنهادهای جالبی شما هستیم.